خردادیا کنسلن. دیدی توی این اینستاگرام میگن خردادیا کنسلن، مردادیا کنسلن؟ واقعا ماهای تولد روی شخصیت آدما تاثیر داره؟ میدونی چرا باورپذیری این موضوع خیلی زیاده؟ چون داره از یه اثر روانشناسی استفاده میکنه به اسم اثر بارنوم. یعنی چی؟ اینکه ما کلیت ها رو وقتی بیایم به اشخاص نسبت بدیم خیلی باورپذیریش توی اونا زیاد میشه. تو آدم دلسوزی هستی ولی گاهی وقتا هم دوست داری تنها باشی، درسته؟ تو آدم با اعتماد به نفسی هستی ولی گاهی وقتا به کارات هم شک میکنی، درسته؟ اینا صفتهای کلیه که اگه با یه ماه تولد بخواد در نظر گرفته بشه انگار یه راز بزرگ کشف شده، ولی دلیل نمیشه که صفتهای کلی ربطی به ماه تولد تو داشته باشه. خب اینا شبه علمه، اما واسه تشخیص علم از شبه علم ما چند تا مورد رو باید بدونیم. 1. این ادعا آیا ثابت شده یا یه باور عمومیه؟ 2. آیا استثنایی وجود نداره در مورد این ادعا؟ یا آیا منطق و دلیل علمی پشتشه یا فقط بر اساس تجربیات شخصیه؟ حالا تو بگو چقدر به این موضوع باور داری و یه جمله رو خوندی و گفتی که چقدر درسته. واسم کامنت کن.